قربون صدقه پسر یزی خلافی تو دمونم بک بیبی نیست عزیزم. فوقش تگش تا اناره خونیه سیا مسونه میاره تو میگه یا تا اناره شلوک برات کنم اوتولوک. این تگش، این نهایتش، این قربون صدقش. ببینید ما چه میکشیم. از بسکی که گفتید آش انار یزیات بده، من آش انار آوردم یادتون بدم. این طریه که مادر من درست میکنه. هر کسی روشی داره، اصولی داره، تر و طوری داره. یک کسی لوبیا میریزه، یک کسی نخود میریزه. اینه که همه دارن خوب درست میکنن، هم خش درست میکنن. آش همه ملهی خشه. حالا من تو کپشن براتون منویسم که مادرم چطور درست میکرده. ایشالله که شما این چون درست کنید و نوش جونتون باشه. ببینید آب انارم میشه بذارن تو فریزر برا بعدا نه هیچ بکشم نمیشه تو ظرف دردار که بو نگیره. خیلی هم این آش انار ما خودمون داریم و پسندونه. روش سری اناردون کردم مثل قدیمی ها. من فیلم ور نداشتم یادتون دم. اگه میخید بگید که فیلم ور دارم یادتون بده. این رو که آشخون اکبو گول خوردم. حتی قاشق تگیکا سوا اشتم دهنم سوخت.